اگر راجع به فرقه گرایی صحبت می‌کنید دو دلیل به ذهنم میرسه. دلیل اولش اینه که ما در یک دوران گسست و انقطاع تاریخی از سنت تاریخی و سنت فکری و نظری خودمون قرار داریم. به یک معنا بعد از در واقع در قرون 11 12 هجری قمری به این سو روند انحطاط ما شروع شده. ما زمانی با مدرنیته مواجه شدیم که در واقع در اوج انحطاطمون بودیم و ایدئولوژی‌های رنگارنگ اومد. به طور کلی در دوره جدید ما با نوعی انحطاط عقلانیت در تاریخ خودمون مواجه هستیم. وقتی یک جامعه به لحاظ فکری، نظری و فلسفی، حکمی و نظری در دوران انحطاط به سر میبره، زمینه فراهم میشه برای رشد خرافه‌ها، رشد به اصطلاح اندیشه‌های فرقه گرایانه که از خرافه‌ها به اصطلاح تبعیت میکنن. و البته دلیل دومش هم تا حدودی بعضی از این خرافه‌ها به اصطلاح دلایل اقتصادی داره، مثل مثالی که خودتون مطرح کردید، پزشکی‌های مثل چاتراها، نمیدونم دنبال روانشناسی‌های زرد بودن، انرژی درمانی، انرژی کیهانی.